مردی زندار اگر زنا کنه نکاحش بریده میشوه یا نه؟ من بسیار متاسفم از اون مردمی که تو اگر به طلاق همسر یا به کافر شدن اگر نترساندیش از کار حرام پرهیز نمیکنه. شما بریده شدن نکاح یگان مصیبت میدونه، یگان بلا و سختی میدونه. والله قسم او بلا و سختی و مصیبتی که بر سر انسان زناکار می آید اگر او را شما اگر بفهمی والله قسم به زنا نزدیک نمیشوی. در ذهنتون فکر زنا کردن حتی نمیکنی. میفهمی یا نمیفهمی؟ الله رب العالمین در قرآن میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما می آید به سبب همون گناهایی است که شما انجامش میدید. وقتی زنا را انجام دادی انتظار یک بلا و یک سختی و پریشانی باش، حتی که الله رب العالمین نتیجه زناکاری را تا هفت پشت نشانت میدهد. این کاری بازی نیست برادر عزیز. البته که اگر همون گناه دانسته انجامش بتیه همسرش طلاق نمیشوه، ولی از این طلاق شدن همسر هم مصیبت وزنینتر بر سرش می آید. پریشانی که نسبت به طلاق شدن همسر است او مصیبت نیست. اگر همسرش نکاحش بریده شوه باکی ندارم میره و یک همسر دیگر میگیره، ولی او بلا و مصیبت و سختی هایی که اولی این دنیا را او سبمان در قیامت بر سرش می آید سختترین پشیمانی را در او روز قیامت میبینه.